بازیگری که تو اوج شهرت هنوز هم دلش برای بچه‌های کار میتپه. هوتن شکیبای عزیز با اینکه الان برای هر فیلمش حداقل 10 میلیارد پول میگیره، اما هر روز با کودکان کار فوتبال بازی میکنه و رایگان بازیگری یادشون میره. کمتر کسی میدونه که 16 سال خاک صحنه تئاتر خورده تا بالاخره اولین نقش سینماییشو گرفته. و با اینکه الان از پولسازترین بازیگرهای سینمای ایرانه، اما هنوزم ساده و فروتنه. یه رفیق واقعیه، اونقدر با معرفته که وقتی بهرام افشاری هنوز شناخته شده نبود، خرجشو میداد و حتی جایزه‌اشو باهاش نصف میکرد. خونه کوچیکی داشت، من هر روز میرفتم اونجا، غذامو میخوردم، استراحتمو میکردم. بعد این جایزه میگیره، این جشنواره جایزه میگیره، پولشو که میگرفت من آره. و بهرام دربارش گفته اگه یه رفیق مثل هوتن داشته باشی زندگیو بردی. هوتن جان 41 سالشه و اهل سنندجه و علاوه بر بازیگری تو صدا پیشگی هم حرف نداره و توی برنامه مهمونی صدای 4 تا عروسک رو با هم اجرا میکرده که معروف ترینشون همون بچه شیرین و با مزه است.